دموکراسی یعنی برآیند نیروهایی که بدن در خدمت کی؟ در خدمت عقل. عقل تصمیم میگیره که بره دستشویی، فرمان میده به تمام اعضای بدن این کارو بکن. پس بهترین نوع حکومت اولیگارشی نیست، استبداد نیست، دیکتاتوری نیست، دموکراسی نیست، سکولار نیست، جمهوری نیست. حالا هیچ چیزش عوض کن. رئیس جمهور برو، رضا پهلوی تو بیا، رضا حالا تو برو، فرانسه تو بیا، حالا فرانسه تو برو دیگه. اوج خدایگان حاکمان 1000 ساله گذشته تو بزغله. همین خمینی بود، مملکت اینه، چون ایمان داشت به دموکراسی. میگم مردم مهمن، چیزی که اصلا ما نمیگیم. حرفای خمینی شبیه اپوزیسیون خارج کشور و داخل کشوره. چرا عقل تکون نمیدی؟ خمینی میگه مردم تصمیم بگیرن، مردم رو دوست داریم، میزان رأی ملت شما بگیم. این همین رضا پهلوی میگه هرچی ملت بگوید. و طرفدارای بی‌ناموس همین مرتی که خمینی رو اسخره میکنه. تمام مسئولین نظام داخل کشور میزان مردم میمالند. مردم بعد بهشون پول بدن، بعد مردم سرما میشن، مردم این یابو چار نل بتازن. ما تنها فردی هستیم در کره زمین که به شما ایرانی داریم میگیم شما اصلا لیاقت رأی نداری. ما بعد از امپراتوری پارس زیر 21 سال اصلا نمیتونه رأی بده، نمیتونه در تظاهرات شرکت کنه، نمیتونه فراخوانی پاسخ بده، نمیتونه برای گریه بره تو خیابون با بچه کوچولو تو کانادا. میگیریمش، حزب رو میگیریم، کانادا رو میگیریم، یارو رو میگیریم، میگیم بچه کوچولو مثلا چیکار کنم؟ 22 بچه حق رأی داره. اصلا بچه سیاست نمیدونه برای چی اومده اینجا؟ پس چیکار کنه؟ بچه تو خونه ببینیم تو تظاهرات زیر 23 ساله میتونن کنار خیابون تو وایسن، از پنجره نگاه بیان میگیریمش. عقلشون کامل نیست. ما تازه پسر خوب دختر خوب 23 ساله رو میگیم عقلشون کامل نیست. نه، ما به اون 60 ساله میگیم عقلش کامل نیست. میگیم رأی فهمیدنیه. باید مردم شعورشون به جایی برسه که بفهمن کی انتخاب کنن یا چه رأیی بدن. رأی دادنی نیست که. مردم در الحمدلله تو کره زمین هی دارن میدن و میگیرن و این کارا رو میکنن دیگه. اون نیست. رأی فهمیدنی، باید بفهمی